خب شاید الان با خودتون بپرسین که چی شد؟ چرا ویدیو اصلا اینجا شروع شد؟ حقیقتش باید برگردیم به چند ساعت قبل. همه چی از اینجا شروع شد. این منم امیر. یه روز که این همیشه توی پاک بازخوان رستوران بزنم رسید که چرا من نه؟ منم میتونم یوتیوبر بشم. آره میتونم از همین الان شروع کنم. آره خودشه، چرا که نه؟ بلند شدم و رفتم. خانوادم شای شمالم سستار. ولی اول بذارید خودم معرفی کنم. خب این منم. امیرم خوشبخت. من 18 سالم و توی ونکوور زندگی میکنم و از بچگی آرزوم این بوده که یه یوتیوبر معروف بشم و بالاخره قراره که به آرزوم برسم. تصمیم گرفتم اول برم کتابخونه تا پلنام برای این ویدیو رو روی تخته پیاده کنم. خب اولین قدم واسه این که من یه یوتیوبر معروف بشم اینه که اول باید اسمم انتخاب کنم. حقیقتش ایده به ذهنم نرسید. خواستم اول با چیز ساده شروع کنم تا فعلا اگه جدی‌تر شد اسممو عوض کنم. پس اسمم الان میشه امیر ولاگ. میدونم خیلی زاده است ولی بعدا عوضش میکنم، قول میدم. مرحله بعدی واسه اینکه یه یوتیوبر معروف بشم باید یه دونه اکانت بسازم، یه اکانت یوتیوب. پس بریم که انجامش بدیم. وایسا کار نمیکنه وقتا. نمیدونم چه مشکلی پیش اومده براش ولی کار نمیکنه رفتا. برنامه کنسل بشه. خداحافظ. من واسه اینکه شروع کنم به کار میخوام از 3 تا کانال الگو برداری کنم، ایده برداری کنم. یکیش پیج امیرمیکوه، یکیش پیج کانال امیرعلی امارتیه، اون یکم یه کانال خارجی به اسم گاکس. میدونم در حد هیچ کدوم اینا نیستم، فقط میخوام تمام تلاشمو بکنم که ویدیوها به خوبی این 3 تا بشه. تمام. میتابه آفتاب روی تن ما تا خوابمون بپره روی ساحل. ثانیه ها برن ببینی شب باز بالا سرمون ماه کامل. لب دریا شن زیرت توفان میشه اون بگه میره. و اینطوری نمیشه. من باید پاشم برم یه قهوه چیزی بگیرم، بعد برم دانتون اونجا ویو خوبی پیدا کنم، بشینم تازه مغز من واشه، من فکر کنم. نمیشه، اینطوری نمیشه. باید فکر کنم راجع به ویدیوهای بعدی ایده بگیرم، چون میدونی نمیخوام ویدیوام تکراری، یعنی ایدهشون تکراری باشه. میخوام جدید و خفن بدم بیرون. پس برو که بریم. برو نگاه کن چی پیدا کردم اینجا. رسید بشم فکر میکردم کشیدی پر دادم من تو رو از دست دیگه. الو بله مامان جانم. چی؟ ما لباس شویی؟ آخه مامان الان واسه رکوردم نمیتونم. میگیرم بعدم یادم میگیرم. باشه.
آقا من خواستم شات بگیرم ولی خیلی اینجا شلوغه نمیشه. یکم بزرگی خودتون ببخشید. خب آقا ویورم پیدا کردیم، کوه و دریا و خورشید و من همینجا وایسم عکس پروفایل چنلم بگیریم و خب آقا قرار من روی نیمکته بشینم، بعد فیلم بردار دور من خیلی حماسی بچرخه، بعد اینجا من جمله اصلی و پایانی رو بگم، ولی خب نمیشه خیلی راحت و روون چرخید، ولی من باید این سکانس رو بگیرم. بعدش سکانس پایانی چیه؟ یه شات دریا کوه، من نشستم روی نیمکت دراز کشیدم با قهوه‌ام دارم فکر میکنم و مثلا توی وایس اوور صداهای فکرم، ولی میتونم منم مثل بقیه ویدیو بذارم، فود بلاگر شم یا نمیدونم ایده های بقیه رو کپی کنم، ولی نه، بذار من متفاوت باشم، بذار ایده های من فرق کنه، بذار جدید باشه، من باید متفاوت باشم. هیدن که میگه من بلند میشم انجام جدی میگم دیگه وقتش یوتیوبر واقعی بشه.